ما هاست و دامنه رو ترکیب با هم میکنیم که به چی برسیم؟ به سایتمون. پس هر سایت با دانش هاست و دامنه تبدیل میشه به چی؟ یه سایت اصلی. دامنه رو سرچ میکردیم از سایت هایی که به ما دامنه میفروختن. نتفراز یکیش بود، ایران هاست، نتفراز هاستینگ های ایرانیه. خب ما سایت خارجی هم داریم که دارن این کار رو انجام میدن. میان چیکار میکنن؟ به عنوان نمونه، خب به عنوان نمونه واسط شما میشن با صاحب دامنه ها. دامنه های ایرانی چه شرکتی میفروخت؟ آی سرلک، دامنه ایرانی و صاحب اون که دامنه ایرانی میفروخت کی بود؟ نتفراز واسطه دوم بود. واسطه اوله کی بود؟ نه، همه که اینا که گفتی هاستینگان، شرکت هاستینگ. ایرنیکه که داره میفروشه. ایرنیک مثل ثبت احوال میمونه. ثبت احوال همه دامنه‌ای که داریم با صحبت کنیم چیه؟ ایرنیک. اینا مستقیم یا غیر مستقیم اون دامنه ایرانی میفروشن. یعنی شما میتونید وارد سایت ایرنیک بشین، کاری که این هفته داریم. میخواید اونایی که میخوان سایت بخرن وارد سایت ایرنیک میشن، سایت ثبت احوال میمونه. ثبت نامش یه مقدار سخته. ایمیل باید بزنن، ایمیلشون رو چک کنن، برن یه سری اطلاعات تماس میخواد، کد پستی میخواد، یه سری داده بهش میدین و مستقیما اینجا دامنه‌تون رو میگیرید. پس دامنه که من میخوام بخرم، اول دامنه‌های داتایا رو میتونم از ایرنیک بگیرم. دامنه‌های .com، .shop، دامنه‌ای که غیر از .ir باشن، یعنی دیگه ایرانی‌ها نمیفروشن اینو. خب دیگه ایرنیک ساپورت نمیکنه. ایرنیک میگه من یه دامنه‌ای بهتون میدم با قیمت کم 50000 تومان سالی، ولی در مقابلش اطلاعات ثبت احوال هم ازت میگیرن. شما اگر دامنه غیر از این TLD هایی که صحبتش کردیم، اگر من بخوام ثبت دامنه غیر از این بخوام بزنم چیکار باید بکنم؟ باید بیام اینجا بزنم. آیا دامنه .ir هم نمیتونم از این سایت رو بخرم؟ بله. راحت ترین کاری که میکنید این دو تا ماده رو که میخواید ترکیب کنید سایتتون درست کنید که میشه دامنه و هاستتون رو میخواید ترکیب کنید، یه خروجی بگیرید، بین یه دونه سایتی که میخواد به عنوان دلال دیلر با شما، مثل نتفراز، مثل هاست ایران، مثل همین شرکتی که اسمش گفتیم بخرید. بعد حتما برای فعال کردن سایت هایی که دامنه داتایار دارن، پسوند TLD داتایار و کشوری. ما به TLD های کشوری چی میگفتیم؟ CCD کانتری کد. کانتری کدی بودن که هر کشوری داشته و قیمتش معمولا از استانداردهای جهانی که ما کامرشیال .com رو قرار میدیم این مقدار قیمتش پایین‌تره، برای همین خریدنش راحته. پس احیانا داخل این سایت امشب که خونه رفتی یا فردا که وقتشه ثبت نامتو انجام بده. اولین چالشی که ما داریم همینه، ثبت نام توی ایرنیک. این میشه یه چالش اولیه که با هم داریم. هیچ کاری هم نکنید، نه دامنه‌ای بخرید، فقط ثبت نام تا لحظه آخر براش انجام بدید. پس شما هم نمیخواد دامنه ثبت کنید، فعلا فقط به شما یه شناسه ایرنیک میده، یه شناسه چند رقمی. من مثال میزنم، میرم داخل سایت نتفراز، ثبت دامنه رو میزنم، سرچ میکنم، مثلا میزنم رادیکال. رادیکال رو مینویسم با حروف کوچیک. خب یه عددم پشتش میزنم، میدونم که این دامنه رو کسی نمیخواد بخره. 1 2 3 4 رو میزنم و بعد جستجو میزنم. معمولا بعد از این مرحله چه اتفاقی میفته؟ از من که کپچا میخواد، به من میگه آقا تو ربات هستی یا نه، اگه اینترنتم جواب بده. ثبت دامنه رو که بزنم از من کپچا میخواد، کپچامو که بزنم بهم قیمت میده، میگه دامنه بازه یا نه، مثل سیم کارت میمونه. اولی مرحله من میخوام تازه آدرس بخرم، میخوام تو این محله خونه بخرم، میخوام اول برم تو اون منطقه ببینم آیا اون منطقه‌ای که دارم، اون TLD که سراغش دارم میرم، فاز 8 پردیس و مثال زدم جلسه اول که دارم میرم، ببینم آیا اونجا خونه خالی پیدا میشه برام یا نه. بعد اون موقع فکر میکنم آیا میخوام خوابگاه برم هاست اشتراکی بگیرم، یا میخوام خونه مستقل بگیرم هاست اختصاصی بگیرم، یا میخوام یه فضایی بگیرم مثل یه انبار، فضا ابری، فضایی که توش میخوام اطلاعات دور داخلش بریزم. کپچاشو میزنم، اصطلاحی داریم میرم کپچا یاد میگیریم، بعدا تو سایت خودمونم این کپچا رو ایجاد کنیم. خب جستجو رو میزنم، این طبق داده هایی که داره دوباره وصل میشه به ثبت احوال جهانی، ثبت احوالی که ایرنیک یه شاخشه که دامنه .ir رو جواب میده بهش. خب در مقابل ثبت احوال جهانی ببینید این شماره بازه یا نه. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه الان من برم مثال همراه اول و همراه اول میگم این شماره رو میخوام، همراه اول سرچ میکنه ببینید شماره براش بازه یا نه. اگر باز نباشه اون موقع چه اتفاقی میفته؟ مثل خیلی از سایت‌ها میشه که داخل رونداتای واسطه‌ای اومده خریده، واسطه نفر دومی یه شخصی اومده خریده و داره ازش استفاده میکنه. من دامنه داتایارشو میخرم اینجا، افزودن میدارم.
هنوز داریم جلسه قبل داریم یه ریویو میکنیم که یه مقدار راحت تر بود. اولی مرحله اد کردن تو سبد خریدم، دومی مرحله تکمیل کردن سبدم، یعنی من از این لول بگذرم، ادو میزنم، اول میارم تو سبد خریدم، مثل دیجیکالا میمونه تو سبدم، تو بسکتی که دارم اول میندازم اون چیزی که میخوام، میتونم 4 تا دامنه ثبت کنم. ولی این مهمه، اگر دامنه داتا آیار ثبت بکنم و از این مرحله به تکمیل لیست بزنم، حالا دوباره از من شناسه یونیک میخواد. اگر دامنه دات کام بود از من شناسه یونیک نمیخواست. یعنی تفاوت بین دامنه دات آی آر و دامنه دات کام همینه. دامنه دات کام خودش میشه واسط، همین شرکت نتافراز میشه واسط، به جهانی درخواست میده، از سایت جهانی مستقیم دامنه رو میگیره، مستقیم میاره اینجا که داریم استفاده کنیم. پس کار عاقلانش چیه؟ قبل از اینکه من بیام خرید دامنه رو انجام بدم، قبل از اینکه بیام شماره رونده رو از دامنه رونده تا یاد بگیرم، چک کنم ببینم شناسه یونیک دارم یا نه. شناسه های یونیک اول اسمتون و اول فامیلیتون رو ترکیب میکنه و مستقیم بهتون یه عددی میده. مثال دارم میگم، الان یه سلک ما داریم اینجا، پیمان سلک میده پی اس یه کدی، پی اس یه کد میشه شناسه یونیک داره. مستقیم استانداردش اینه، حروف اول اسمت اول فامیلی ترکیب میکنه یه کد بده. کدی که اینجا بزنی میشه مالک اصلی. هر تخلفی های سلک با داتای انجام بده مستقیما وصل میشه به چی؟ به دامنش که مستقیما داره ازش خرید میکنه. حالا کار دوممون چی بود؟ متریال دوم که آقا تو آدرس پیدا کردی، الان فهمیدی فاز 8 پردیست چیه؟ فضای خالی داری، دامنه خالی داری. میای چیکار میکنی؟ دنبال اینکه چند متری میخوای، هاستو کلیک میکنم، هاستو میگیرم. بین هاستا ارزون ترین هاست مثل خوابگاه میمونه، خوابگاهی که با چند نفر اشتراکی کار بکنی و همزمان سیستم تو پخش کنی بین چند نفر. و کمترین حجم، کمترین حجمش چقدر بچه‌ها؟ یه فلش ایکونی میگیری داره تا 500 گیگ تا 1 ترابایت. هاست اختصاصی خیلی از شرکت‌ها دارن، مثلا شرکت ما هاست اختصاصی داشت، وقتی مشکل می‌خورد من بلاشم برم کرمان اینجا سرما بخورم بیام خدمتتون. در چرا؟ چون مثلا سرور رو مشکل می‌خوره، من برم بالا سر سرور ببینم چه اتفاقی میفته. سرورم شهرستان باشه من بلاشم برم شهرستان ببینم چه اتفاقی افتاده یا نه. هاست شما میای از سایت ایرانی خرید می‌کنی، حتما ممکنه نتافراز باشه، ممکنه هاست ایران باشه، ممکنه هر شرکتی باشه که داره فروش هاست رو انجام میده. هاستی که من به شما معرفی میکنم هاستی که قیمتا هم ارزون‌تر، هم پشتیبانی کامل و همزمان فلشی که به شما داره میده مثل فلش USB تیریه، اطلاعات رو خیلی سریع انتقال پیدا می‌کنه. هارداش SSD، خیلی شرکت‌ها هاست SSD ندارن، سرعت انتقال دادهشون انقدر بالا نیست. پشتیبانی نتافراز 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته. نتافراز وقتی بهش تیکت میزنی مستقیم جهان و اصفهان هم هست، اصلا نه تهران نه به کسی واسطه، مستقیم داره با این شرکت مستقیم کار میکنه و همه مشتریایی که بنده دارم حالا تو سایت خودم و معرفی میکنم به همتون، از همین نتافراز یا میهن وب پاس خریدش رو انجام میدم.